بسیار عجایب گفتن مسئله بروسابا شعرهای گلنظر میخوندی در بلا میماندی بخدا من نامی تو رو نمیتوانم گفته خواندم من اگه زنم میگه تو همین اگجو همین کی نامی و کی بود است که تو همین نمیتوانم میگم شعر شاعر من خوندم نگیدم تو کدوم زنه که نازی بودی تو نامش نمیگویی تو همین کتیما جنجال و استاد با نخ میکردم استاد کیف میکردم میخندیدم برای همون دلم بر روزگی سوزده حالی میخونم حتما میخونم چون باید سرود من خوانده همون دور بعد این یک تلاش بود یک دعوت بود که ما زبان را زنده کنیم ما ملت را زنده کنیم ما دانیم که ما کیم ما چیم برای همین این بسیار بعد سرود ملی که چون میگن من دیپوتات بودم و بعد وقتی سیاسی ها با همون سرود ملی میموندن در همون مجلس های جمع اومده و دیپوتات ها و من همه بلند همون میخوندم هم دیوری عجمانی باید همین دور زده میخوندم بعد رئیس میگفتن که افضل شدید هرچی که هم تو هستی همین یک سازی دیگه ما تو را دیپوتات میگیم خب برای همین خواندن نداشته برای ما سرود ملی همه ما دوست میداریم در حقیقت عجایب نوشتگی همه درد و ناله و ملت ما بزرگیش در همین شعر تجسم کرده استاد گلنظر و در حقیقت امروز به همه شاعرها به همه نویسنده های عزیز به همه استادا سلامتی میخواهم استاد همنظری عزیز خوش آمدید تقام تورخان احمدخان من ارتست خلقی تاجیکستان گرفتن به نزدیکی این کس تقای من استاد رحمت اول پادشاه بر تقام زن این کس خالی من میشن آیلی شما در حقیقت انسانی بزرگ تقا همون گفتگیتان 125 رفتن بگیرید شما ما با شما زنده با نویسنده ها و شاعرای و حافظای و اهل علم و اکتیارای و همه اهل هنر شما دید او زنده بود گر مکن رودکی را او زنده بود گر مکن رودکی را از آب و گلت دور مکن رودکی را ای زرافشان سر نمیخواهم زی تو شاگیری آموز بر من شاگیری Sabah
هم مرد هم نامرد